چگونه که یک رشته از درون سوزن میگذرد، ما از درون آتشی تاریخ، از درون ظلمی تاریخ گذشته امروز صاحب امی وطن شدیم. بنابراین این بیش و بعید است، جشن است. هر باری که درباره وطن گپ میزنیم من همیشه احساس میکنم که این یک جشن است. از وطن گپ سرکنی در میگرفت، در به مثلی هیزومی تر میگرفت. چونکه فیض احمد فیض سالها درباره استقلال مبارزه برده بود، سوخته بود، او یک پرچم استقلال بود. و وقتی که وطن استقلال میگرفتی استاد ترسونزاده میگه که همین فیض احمد فیض میلرزید. بنابراین وقتی که من درباره دولت گپ میزنم با احساسات، با این صدای بلند، گاه لرزان، گاه خندان، گاه گریان، شما میگید که این چی میگه؟ این درد، یعنی این درک همین است که چگونه به همین روز رسید.